لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. Assalomu alaykum do'stoni aziz, uمیدوارم همگیتون خوب هستین. خوبی شما آرزوی همیشگی من است تماشابینان عزیز. در اینجا باشه من کم ترک پرشکی علفی گفتم کنم. همه چیز محصولاتش شوشته تازه کردم، من خیلی کردم مایدشون میکنیم، خوشرو کرده بعدا نمک میکنیم، کم ترک پریپراوا می اندازیم، بعد مرچش می اندازیم و روغن خوشرو کرده ارالشون میکنیم. همه محصولات را دوختیم تماشابینان عزیز، همش ریزه کردیم، خوشرو کرده انا میخه کرده ارالشون میکنیم، میمونیم میستن سر میکنیم خمیره تنو کردنش زولا را بگیم. این سلایونی خمیری ورقی بگیم. ای مگازین ما گرفتیم شه بازی تنو کرده میبریم و بعدم پرشکی را میپیچونیم. پرشکی را پیچونده شیدیم همشونه. روغن ما موندم در سکارودکا روی پیلته ده گرم شریسته اکثر میکنیم پختنی پرشکی را دوستانی عزیز. پرشکی را پخته گرفتیم، آن همیشه اومدن خمیری مگازینی قطی بگیم کردیم. خمیرش به خمیری خوشرو بوده ملایمه که فاسون بعد ورقشان فاسون اومده. آن خیلی سوس را ما تیار کردم، ایشته بگیم کیفیره کمتر کیفیر در آبی لیمون تو زیلین کردم، نمک و یا سوس خودم تیار کردم و قطی تمام قطی و چسنوگ انداختم، نمک همه چیزا. تماشابینان عزیز ولاگ امروزه را ده همینجا به آخر میرسونیم. از همه شما می‌ندارم برای دستگیری ها، برای سخن های خوب شما هستین که کانال ما پیش می رود. رحمت برای دستگیری ها دوستانی عزیز. کسانی که آبونه شدگی نیستن آبونه شوند، یعنی که پاکیزت کنن، لایک و کامنتاری فراموش نکنن. ولاگ‌های بهترین و جالب انتظار باشین تماشابینان عزیز. خیر در پناه خدا باشین، مردم خوبی مسلمانی روی دنیا همگی تا خداوند نگهبان باشد تا ویدیوهای آینده.